بسم الله الرحمن الرحیم. ابو بصیر یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام و یکی از راویان حدیث، ایشان میگه بعد از شهادت امام صادق علیه السلام رفتم خانه حضرت تا اینکه داغ از دست دادن امام صادق علیه السلام رو خدمت همسر مکرمه ایشون ام حمیده تسلیت بگم. میگه وقتی که وارد منزل شدیم، ایشون از چشم نابینا بودن، میگه وقتی وارد منزلشون شدیم ام حمیده خیلی گریه کرد در فراق امام صادق علیه السلام و ما هم اشک ریختیم در فراق وجود نازنین امام صادق علیه السلام. و بعد ام حمیده به من گفت که ابو بصیر، موقعی که امام صادق علیه السلام لحظات آخر عمرشان بود خیلی عجیب اتفاقی افتاد، کاش که اون لحظه بودی. عرض کردم که چی اتفاق افتاد؟ ایشون گفتن اون لحظات آخر عمر امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن که تمام اقارب و خویشاوندان منو پیش من بخوانید، همه رو صدا کنید، باشون حرفی دارم در این لحظات آخر عمری، حرفی میخوام باشون بزنم. همه رو جمع کردیم، یعنی کسی نبود که از اقارب و فامیل باشه و ما صداش نکرده باشیم. همه منتظر بودن امام صادق علیه السلام در اون لحظات آخر و در اون لحظات حساس چه وصیتی میکنه، چه حرفی میزنه، چه توصیه‌ای برای ما داره. امام صادق علیه السلام بعد از اینکه که همه خویشاوندان و دوستا و فامیل جمع شدن فرمودن که همه شما بدانید ان شفاعتنا شفاعت ما لا تنال مستخفا بالصلاه. شفاعت ما اهل بیت به اون کسی که نماز را سبک میشماره نمیرسه. عجیب حرفی بود که امام صادق علیه السلام در اون لحظات آخر و در اون لحظات حساس فرمودن. حضرت نفرمود که شفاعت ما نمیرسه به اون کسی که نماز نمیخونه، اونی که نماز نمیخونه که معلومه، حتی به اون کسی که سبک میشماره نماز رو به اونم شفاعت ما نمیرسه. سبک شمردن نماز مثل اینه که مثلا فیلم نگاه میکنه، سریال نگاه میکنه، تمام کاراش انجام میده، آخر وقت اگر فرصت داشت نمازم میخونه. و یکی از مصادیق این سبک شمردن نماز اینه که انسان مثلا براش مهم نباشه که نماز میخوانه یا نمیخوانه، نمازش قضا میشه نمیشه، نماز صبح میخوانه نمیخوانه. اینها از جمله مصادیق سبک شمردن نمازه. یا اینه که طرف میشینه مفصل تمام اخبار ساعت 7 و 8 و 9 و 10 همه رو نگاه میکنه، بعدن به سراغ نماز میره. این جزء مصادیق سبک شمردن نمازه که امام صادق علیه السلام فرمود شفاعت ما به این شخص نمیرسه. در روایاتی متعددی کسانی که نماز رو سبک میشمارن عقوبت‌های مختلفی براش بیان شده، تقریبا 18 تا عقوبت برای اون کسی که نماز رو سبک میشماره بیان شده. از جمله این که انسانی که نماز رو سبک میشماره، بی خیال نماز هست، اهمیت نمیده به نماز، یکی از عقوبتاش اینه که عاقبت به خیر نمیشه. عاقبت به خیری خیلی مهمه. انسان در طول زندگی خودش ممکنه که اشتباه و خطا زیاد بکنه، اما اون آخر مهمه. بعضیام هستن که در طول زندگی خودش نماز میخونه، فرض کنید که عبادت میکنه و تمام این کارا رو انجام میده، اما آخرش خراب میکنه و کافر از دنیا میره، عاقبت به خیر نمیشه. یکی از اون چیزهایی که باعث میشه انسان عاقبت به خیر نشه سبک شمردن نماز، بی خیال بودن نسبت به نمازه. مؤذن اذان میگه، این بی خیال افتاده مشغول فضای مجازی و نمیدونم این مسائل و موضوعاتی که اصلا اهمیت نداره هست. یکی از اون عقوبت‌هایی که برای سبک شمردن نماز بیان شده اینه که ممکنه در اون لحظات آخر عمر انسان که اون لحظه جان دادن ممکنه شیطان ایمانش رو ازش بگیره، دینش رو ازش بگیره و کافر از دنیا بره. و همچنین عذاب قبر بسیار شدید داره اونایی که نماز سبک میشمارن و این خیلی مهمه. عبادتی مهمتر از نماز ما نداریم. تمام واجبات و تمام اعمال عبادی رو همین نماز هست که به هم پیوند میزنه. این نماز خیلی اهمیت داره. انشالله خداوند متعال برای همه من و شما توفیق نماز اول وقت رو عنایت بکنه.